سلام دوستان، تو این ویدیو قصد داریم نحوه استفاده از ربات سرخطی نیترو رو براتون آموزش بدیم که مختص گوشی‌های اندروید هستش. خب برای این کار ابتدا وارد مرورگر گوشیمون میشیم. سایت www.sarkhatiland.ir رو جستجو میکنیم. وارد وبسایت میشیم. فارسی هم اگه سرچ کنید میاره بالا. قسمت پایین‌تر قسمت داره ربات ویندوز، نه ربات برای موبایل. ربات اندروید هستش. دانلود نسخه اندروید رو میزنیم. بلافاصله ربات دانلود میشه. نصبش رو انجام میدیم. منتظر میمونیم تا کار نصبش انجام بشه. خب ربات رو باز میکنیم. اتصال به اینترنت باید برقرار باشه. فیلتر شکن خاموش. اینجا لیست همه کارگزاری که ربات پشتیبانی میکنه رو آوردیم. اگه احیانا کارگزاری دارین که توی این لیست نیست میتونید به پشتیبانی پیام بدین تا اضافه بشه به ربات. خب اینجا وارد صفحه کارگزاریمون میشیم. اول اسم کارگزاریمون رو انتخاب میکنیم. برای مثال من اینجا کارگزاری مفید رو انتخاب میکنم. خب اینجا پیام هستش که نام کاربری و کلمه عبور شما به هیچ عنوان در برنامه ذخیره نمی‌شود و با خیال راحت میتونید از ربات استفاده کنید. خب اطلاعات ورود به حسابمون رو کامل می‌کنیم. خب این قسمت جستجو نماد انتخابیمون رو قسمت جستجو نماد انتخاب می‌کنیم. برای مثال من توکسن رو انتخاب می‌کنم. به گزینه خرید کلیک می‌کنیم. اینجا هر حالا تعداد و حجمی رو که قصد داریم خرید انجام بدیم اینجا وارد می‌کنیم. خب ببینید روی آیکون بالا سمت چپ این قسمت وقتی کلیک کنید ربات اجرا میشه. این قسمت میتونید تنظیمات مربوط به ربات مشاهده کنید که برای ارسال سفارش باید حتما تکمیل بشه و سفارشتون انجام میشه. الان چون من اشتراک ندارم ربات برای این ساعت فقط برای تست هستش که حالا من مطمئن بشم که ربات به درستی روی کارگزاری عمل میکنه. ولی برای ساعت پیشگوشایش حتما نیاز هستش که اشتراک داشته باشین. خب من روی نسخه کامل کلیک میکنم. یه اشتراک اینجا انتخاب میکنم. برای مثال اشتراک 7 روزه شماره موبایل رو وارد میکنم و یه دونه ایمیل و گزینه پرداخت رو میزنم. خب بعد از اینکه پرداخت انجام شد خرید ما ربات اینجا برام فعال میشه. این به قبل این قسمت پشتیبانی هستش. اگه خواستین که حالا با پشتیبانی در ارتباط باشین تلگرام اینجا در خدمتتون هستیم. این قسمت یه حالت آتو کلیکر داره برای وقتی هستش که کارگزاری آپدیت میده و برای مثال ربات نیاز به آپدیت داره. برای یکی دو روز موقتا از این گزینه میتونید استفاده کنید تا آپدیت جدید آماده بشه و باز بتونید ازش استفاده کنید. خب قسمت دیگر رو می‌خواستم بهتون بگم. بعد از اینکه نمادتون رو انتخاب کردین و ربات رو اجرا کردین برای مثال من اینجا تایم رو بهش میدم. برای الانی که می‌خوایم تست کنیم ساعت 22 14 59 0 مدت زمان ارسال 5 ثانیه وقفه 350 شمارنده معکوس شروع به شمارش میکنه و بعد از اینکه رسید رأس اون تایمی که مشخص کردیم ارسال سفارش انجام میشه توسط ربات. بعد اینکه به همین صورت برای کارگزاری‌های آنلاین پلاس و ایکس سری قسمت داره این قسمت تنظیمات که حتما باید اونو دو تا تیک داره. یک تیک نگهداری اطلاعات و تیک تاییدیه ارسال سفارش. تیک نگهداری اطلاعات رو باید روشن کنید که موقع ارسال فرم سفارشتون پاک نشه و ربات بتونه به درستی کار خودش رو انجام بده. تیک بعدی تیک مربوط به تاییدیه ارسال هستش که اونو باید خاموش کنید برای اینکه برای هر ارسال نیاز نباشه که شما روی تایید کلیک کنید که سفارشتون ارسال بشه و ربات احیانا به مشکل بر نخوره. پس این دو تا رو باید انجام بدین و 10 دقیقه 5 دقیقه قبل از شروع سفارشگیری پیشگشایش تنظیم فرم مربوط به تنظیمات ربات رو تکمیل میکنید. ربات آماده ارسال. 1 دقیقه که مونده گزینه ارسال سفارش ربات رو میزنید. بازم اگه سوالی بود در خدمتیم.